یه دختر در مقابل 14-15 تا رقیب جلوی دوربین هر روز یک قدم نزدیکتر به فروپاشی عصبی. همه باهاش دشمن شدن. هر چی میگه علیهش استفاده میکنن. ولی یه سوالی که هست، آیا واقعاً مشکل از ترانه است یا همه دارن علیهش اوور ریاکت میکنن؟ تا آخر ویدیو بمون، چون امروز تیپ شخصیتی ترانه رو تحلیل میکنیم. همینطور به این میپردازیم که اصلا چرا نسبت به ترانه این همه گارد دارن. من آنا هستم، اینجا هیلر ویتزه، جایی که ما کنار همدیگه رشد میکنیم. توی برنامه عشق ابدی که یه ریالیتی شوه، هم مسئله پول وجود داره، هم مسئله شهرت. تک تک آدم هایی که به عنوان شرکت کننده حضورشون رو میبینیم، در نهایت بیشتر به دلیل حالا شانس برنده شدن توی این ریالیتی شو که حالا یه بخشش مالیه و شانس دیگه ای که به هر حال دیده شدن بیشتر. هر کدوم از این شرکت کننده هایی که ما میبینیم، هر کدومشون یا مدلن یا بازیگرن یا یوتیوبرن یا تیک تاکرن یا دیجی هن، هر کدوم یک فیلد کاری دارن و با توجه به فعالیتشون تو سوشال میدیا این شانس رو دارن که بیشتر معروف بشن. با توجه به شخصیت خودشون، حالا یا با هیت گرفتن یا با حاشیه سازی یا با چهره شیرین شدن جلوی دوربین، سعی میکنن که نظر مردم رو به خودشون بیشتر جذب کنن. یکی از شرکت کننده های بسیار جنجالی این شو ترانه هست. الان در حال حاضر هم توی خودشو هم بین مردم، بین مخاطبا، یه دو دستگی به وجود اومده که یه سریا دارن طرفداری ترانه رو میکنن و یه سری از ترانه متنفرن. یکی از نکاتی که همه ما احتمالاً متوجه شدیم، عدم کنترل ترانه روی احساساتشه. یعنی ترانه خیلی زود به صورت مکرر خیلی زود برانگیخته میشه به محض اینکه یه کوچولو مثلا اوضاع بر وفق مرادش نیست یا یک حرفی در موردش زده میشه یا یک نقدی برش وارد میشه، شروع میکنه صداشو بلند کردن، واکنش شدید واکنش عصبی نشون دادن، اصلا ریاکشن و بادی لنگویجش با زبان بدنش تغییر میکنه. حتی میبینیم که حرکت دستاش، برانگیخته شدن صورتش، حتی تون صداش عوض میشه. چرا انقدر برای ترانه در لحظه سخت برانگیختگی انقدر کنترل خودش و احساساتش کمه؟ به نظر میرسه که کلاً ترانه یک شخصیت به شدت احساساتی و برونگرایی داره. این رو تقریباً هممون بهش پی بردیم. ترانه اصولاً آدمیه که انرژی زیادی رو توی روابطش میذاره و از خودش یه واکنش‌های کاملاً صادقانه بروز میده و با توجه به این موضوع، با این که همه سعیش اینه که همه چیزش رو صادقانه بیرون بریزه، باز هم در مورد این آدم لیبل فیک بودن بهش زده میشه. حالا جلوتر به این میپردازیم که اصلا چرا به ترانه لیبل فیک بودن میزنن. بر اساس تحقیقاتی که انجام دادم، سرچایی که کردم، تیپ شخصیتی ترانه ظاهراً یک سری علائم و نشانه هایی داره. مثلا برای کسایی که خیلی کنترل خشمشون دست خودشون نیست، واکنش‌های احساسی و هیجانی بسیار بالایی دارن، معمولاً مستعد اضطراب و ناامنی بیش از اندازه و حتی اتفاقات خیلی معمولی رو ممکنه به خیلی شکل منفی و استرس‌زایی برداشتش کنن و در نهایت هم خیلی براشون سخته که خودشون رو بتونن یه ذره آروم بکنن، که به این تیپ شخصیتی میگن روان رنجور خویی، اسم فارسیشه که انگلیسیش میشه نیوروتیزم. بیشتر احساساتی که از ترانه میبینیم مثل نگرانی زیاد از طرد شدن، حس تنها شدن، حسادت، زودرنجی بیش از اندازه و انفجار خشم در لحظه، اینا همه میتونه بازتاب همین ویژگی و یا همین تیپ شخصیتی باشه که این آدم داره. مثلا همون تو قسمتی که توی دروغ 13 قرار گرفت، اولش نشون دادش که خیلی سعی کرد که بتونه مثلا وقتی که ابراز احساسات محبود و نسبت به نگار دید، خیلی سعی کرد که خودش رو کنترل کنه و بگه که من مشکلی ندارم. حتی اینو هم عنوان کرد، ولی حالا ما چیزی که توی
در واقع ویدیو دیدیم، توی شو دیدیم، این بود که کات خورد. بعد از یه کمی بعد دیدیم که ترانه نشسته داره گریه میکنه و صداشو باز برده بالا، حرکات دستش دوباره به اون حالت هیجانی رسیده که تمام زبان بدنش نشون میده که این آدم به شدت خشمگینه و حتی نمیتونه خودش رو کنترل کنه. و ریاکشن بقیه هم دیدیم که چجوری بود و چطور داشتن به این موضوع واکنش نشون میدادن، که این برمیگرده یه مقداری به سبک دلبستگی ناایمن یا اضطرابی که اون شخص به خاطر ترسش از طرد شدن میاد یه سری واکنش های بسیار شدیدی رو نشون میده که این واکنش ها میتونه گریه باشه، فریاد باشه، التماس باشه، که بارها و بارها میبینیم که میگه تو رو خدا خواهش میکنم، من میخوام آروم باشم، خواهش میکنم ولم کنید. تمام این دیالوگایی که میگه یک جورایی یک حالت، حالا کلمه مشابهش میشه ملتمسانه، ولی خب حالا در واقع یک درخواسته که مکررن داره از بقیه اینو میخواد. توی سبک دلبستگی اضطرابی این حساسیت همیشه وجود داره که اگر طرف مقابلش، پارتنرش مثلا جذب یک آدم دیگه‌ای بشه یا یک مقداری بهش بی‌توجهی نشون بده، دچار یک طغیان عاطفی میشه که از ترس اینکه یه موقع طرد بشه یا کنار گذاشته بشه و تمام این اتفاقات یه جور تهدید شخصی برای ترانه تلقی میشه. خب ما هممون عصبانی میشیم، هممون دچار یک فروپاشی های عصبی تو بعضی از نقاط زندگیمون میشیم، ولی یکی از نکاتی که خیلی جالبه اینه که یه سری مهارت وجود داره برای کنترل خشم و کنترل احساسات. یک مهارته که باید کسب بکنید، تمرین کنید و در مواقعی که احساس میکنید که زود از کوره در میرید ازش استفاده کنید. خب خیلی تکنیکا وجود داره که همین توی خود همین یوتیوب شما میتونید کلی ویدیو راجبش هست و در موردش ببینید. اتفاقا خودم هم میخوام یه ویدیو در مورد این موضوع بسازم. البته یه ویدیو دارم که به زبان انگلیسیه، حالا این بالا میذارمش، ولی به زبان فارسی هم برای این کنترل استرس و خشم و اینجور چیزا یه ویدیو حتما جداگونه در نظر میگیرم و به زودی آپلودش میکنم. ترانه متاسفانه مهارت مدیریت احساسی خودش رو بلد نیست یا نمیدونه که باید چی کار بکنه. خب تکنیک های مختلفی وجود داره. مثلا بعضی از ماها مثلا میدونیم که اگر مثلا جمع رو ترک بکنیم، یا من خودم شخصا این مدلی هم که وقتی که یه جایی خیلی داره بهم فشار میاد سریعا جمع و ترک میکنم. حالا یه سری از تمریناتی که خودم سعی کردم که تمرین کنم روش و خیلی بهم کمک کرده، تنفس عمیق و حالا تکنیکایی که برای تنفس وجود داره، چون تنفس باعث میشه که شما به حالت به تنظیم کارخونه برگردید. حالا یه سری از آدما هستن که میگن که ما زود از کوره در میریم، ما نمیدونم زود واکنش نشون میدیم، بیرون و درونمون یکیه، نمیدونم من اگر چیزی تو دلم باشه سریع میریزم بیرون. خب ما اجازه نداریم که در واقع دیگران و اطرافیانمون رو اذیت کنیم به خاطر اینکه حالا یک احساسی بهمون دست داده، همه کاسه کوزه ها رو بریزیم به هم و بعدش حالا بخوایم هی تند و تند پشت سر هم معذرت خواهی کنیم. کاری که ترانه مدام انجام میده و بعدش پشت سر هم ابراز پشیمونی و معذرت خواهی میکنه و میگه حالا اون دفعه دروغ گفتم، این دفعه ولی واقعیه. من قصد تخریب یا طرفداری از ترانه ندارم، یعنی اصلا قصدم این نیست. حالا یه جاهایی یعنی جلوتر که بریم بهتون میگم که تو کجاها ترانه کاملا حق داره و کجاها اشکال از جمعیه که باهاش در واقع تو جبهه مقابل قرار گرفته. حالا برای اینکه توی اون لحظه مثلا دچار واکنش عصبی آنی نشی، حالا اونجا یه جزیره است که در واقع یعنی یک اتاق، یک خونه است که همه کنار همن، هر کاری هم که بکنن در نهایت باز همدیگه رو میبینن و اصلا ناخودآگاه انگار همه به همدیگه چسبیدن. خب یه کمی فرار از اون محیط سخته. بنابراین حالا یکی از کارهایی که مثلا نگار انجام میده و به نظرم خیلی کار خوبیه اینه که نگار اونجا یوگا انجام میده و خیلی میتونه بهش کمک بکنه. الان مثلا شما نگاه کنین تمام اون آدما که الان علیه ترانه هستن یه زمانی همه روی نگار گرفته بودن. خب الان سویچ شده روی
ترانه. شما دیدید واکنش‌های نگار رو، با همه این که جلوی روش همه تو صورتش بهش خندیدن، همه بهش گفتن عجب فیلمی، عجب بازیگری هستی و اینا، باز هم با این حال نگار خیلی خوب تونست کنترل کنه، وارد جنگ و واکنش و فروپاشی آنی نشه. تنها چیزی که بهشون گفت این بود که چقدر شما میتونید بدجنس باشید، زمانی که داشت اشک تو چشاش جمع شده بود و داشت گریه میکرد. و خب این نشون میده که نگار این تسلط رو روی اعصاب خودش داره، حالا با توجه به هر در واقع اشتباهات یا حالا کارهای درستی که کلا نگار توی شو انجام داده. این یه موردش برای من خیلی واقعا قابل احترام بود، با توجه به در مقایسه با ترانه دارم میگم. یکی از بحث‌های مورد علاقه من زبان بدنه. چه علم زبان بدن رو بشناسیم چه نشناسیم، تأثیری که زبان بدن روی ما میذاره یکسانه. یه سری ژست ها وجود دارن که کلاً تنش‌زا هستن. وقتی که مثلا یه مشاجره بین برفرض طناز و ترانه اتفاق میفته، حرکت دست ها، حالا چه از سمت طناز چه از سمت ترانه، حالا من الان فوکسم روی ترانه است چون که موضوعمون ترانه هستش، استفاده از انگشت اشاره یا دست به کمر ایستادن، حالا این زبان بدن میتونه اون لحظات بحرانی رو تنش‌زاتر بکنه. اگه توجه کرده باشین مثلا یه جاهایی کلا ترانه مثلا داره با یه نفر صحبت میکنه، حتی نشستن که با هم دوستانه حرف بزنن، کلا مثلا روشو میکنه اون طرفی و حتی اگه فقط نگاه کنه با یک حالت مثلا چشم قره نگاه میکنه که اینا باعث میشه که طرف مقابلش متوجه بشه که ترانه الان تو موقعیت جنگ کلامی. شاید توی زندگی واقعی این آدمای اطرافش، مثلا خانواده‌اش، دوستاش و کسایی که حالا قلباً یک ارتباط عاطفی با این آدم دارن کنار بیان، حالا هر جوری که هست این موضوع رو بپذیرن و در نهایت باهاش به یک توافقی برسن. ولی توی جایی که یه سری آدم هستن که اینا در واقع رقیب اونن و این بازی یک مسابقه است، این رفتارها دیگه تبدیل شده به یک در واقع یک دعوای علنی. حالا به نظر شما دلیل این که همه شرکت کننده ها نسبت به ترانه جبهه گرفتن، در واقع با هم متحد شدن، انگار که حالا ترانه حتی علنا اعلام کردن که اگر قرار باشه کسی رو حذف کنیم ترانه رو حذف میکنیم و خیلی به صورت آشکارا ترانه رو مقصر همه ناآرومی های اون جزیره میدونن. حتما برای من در مورد این موضوع نظرتون رو بنویسید. خیلی دوست دارم که بدونم شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید. یعنی برداشت شخصی خودم رو بهتون میگم و دوست دارم که برداشت شخصی شما رو هم بشنوم. به نظر من شخصا رفتارهای خود ترانه است. همونطور که دیدیم در طول برنامه یه سری مشاجراتی با تک تک آدمای ویلا داشته، حتی دهن به دهنای کوچیک، میدونیم، بعد استفاده از الفاظ رکیک، حالا فحش دادن، نمیدونم، توهین کردن، خیلی رک و بی‌پرده در مورد یه سری مسائل مستقیما با آدمای جزیره حرف زدن. مثلا الان الهه وارد این جزیره شده ولی هیچ کس روش فوکس نکرده چون کلا کاراکتر درون ریزتری داره و بیشتر سعی میکنه که کنار وایسته بقیه رو نگاه کنه و دوست نداره که بقیه باهاش حالا وارد گارد یا بحث جدی بشن. همون اولین حرکتی که انجام داد این بودش که اومد گفت من ترجیح میدم با کسی برم دیت، کسی رو انتخاب کنم که جزو سینگلاست، یعنی توی چیز نیست. ولی دقیقاً ترانه کاری کرد که نقطه مقابل الهه بود. یک سری دیدگاه و پوینت آف ویوی به بقیه داد، یک زاویه دیدی به بقیه داد که نظرشون رو نسبت به ترانه یه خورده کدر کرد. یعنی حتی اوضاع به جایی رسید که سیاوش برگشت گفتش که من میدونم که چیکار کنم اشک این آدمو در بیارم. چرا؟ چون ترانه اومده جو خونه رو خراب کرده. ولی نکته قابل توجه داستان اینه که تقریبا تمام آدمایی که اونجا بودن، حتی دخترها، هیچ کدوم مخالفتی با مثلا این ماجرا نداشتن. نه تنها مؤاخذش نکردن بلکه فقط بهش یک وارنینگ دادن، گفتن که فقط حواست باشه که تماس فیزیکی نباشه وگرنه حذف میشی. در واقع بیان به جای این که
تهدید کردن رو محکوم کنن اومدن حتی حمایت کردن. یعنی من در جایگاهی نیستم که چیزی رو که به چشمم ندیدم قضاوت کنم. همونجوری که اینا میگن مثلا پشت دوربین میومده مثلا به ما میگفته که بیان حاشیه درست کنیم، به فوششون میداده یا هر چی، به جای اینکه بخوای فشار روانی بهش وارد بکنی که اوضاع رو متشنج تر میکنه، حداقل leave it alone، you know، دیگه بیخیالش شو. next level ما دیدیم که سیاوش توی مثلا بعد از همه این مکالمه ها دیدیم که مثلا سیاوش به یه جایی رسید که هر چقدر که بگیم دستش خورده نخورده، میخواسته پالتوشو بزنه، اتفاقی خورده به صورتش، ولی اون تنش و واکنشی که انجام داد سیاوش به هر حال پرخاشگرانه و خشونت‌آمیز بوده. ما هممون این اشتباهاتو کردیم، ولی میخوام بگم اون در واقع ساپورتی که بچه‌ها کردن توی ویلا در نهایت منجر شد به یه همچین داستانی که ما تو قسمت بعدیش دیدیم. حالا برگردیم به موضوع لیبل فیک بودن. توی این ریالیتی شوها یکی از بدترین اتهاماتی که میتونن به همدیگه بزنن، به همدیگه لیبل فیک بودن و فیلم بازی کردن رو بچسبونن. یعنی طرف داره اگر هر واکنش و هر کاری که حتی عصبانی میشه و از خشم داره منفجر میشه، داره نقش بازی میکنه، حتی حالش بد میشه، حتی گریه میکنه، همه این کارا رو داره نقش بازی میکنه، همش فیکه و هیچ کدوم واقعی نیست. با توجه به تیپ شخصیتیش که صحبت کردیم، من احساس میکنم که اتفاقا تمام واکنش‌های عصبی ترانه کاملا واقعیه و این که بهش میگن فیکه، این بدتر باعث میشه که یه جورایی این واکنشاشو بیشتر و بیشتر کنه و ترانه نمیدونه که چطوری باید اینا رو مدیریت کنه. ترانه خیلی کارهای اشتباهی انجام داد و خیلی حرفایی رو که نباید میزد رو زد و هممون دیدیم. با نسنجیده حرف زدن و نسنجیده عمل کردن این وضعیت رو به وجود آورد. همونجوری که گفتم من خودم شخصا رفتارهای خود ترانه رو دلیل این گارد گرفتن و اتحاد بچه ها میدونم. حتی واقعا ممکنه که شرکت کننده های دیگه حس کنن که واقعا ترانه داره فیلم بازی میکنه. معمولا توی گروه هایی که توشون رقابت وجود داره، اعضا مثلا با هم دیگه متحد میشن و یک نفر رو، امیدوارم این گوشواره ما جیلینگ جیلینگ میکنه صداش توی، واقعا معذرت میخوام اگه صدا میداد، یک نفر رو به عنوان قربانی میان انتخاب میکنن و همه با هم متحد میشن علیه اون آدم که اصطلاحاً به این میگن scapegoating، که تمام مشکلات یک مجموعه رو به گردن یک نفر بندازن و به این باور رو داشته باشن که با حذف اون آدم تمام مشکلات برطرف میشه. در واقع به جای اینکه بیان مشکلات کل گروه رو ببینن، فقط روی یک نفر تمرکز میکنن و همه خطاها رو از جانب اون آدم میبینن. در نهایت اگه بخوام بگم، تمام این واکنش ها یک سری جنبه منطقی داره و یک سری جنبه غیر منطقی داره. منطقی از این جهت که ترانه در واقع یه جورایی آرامش با رفتارهاش آرامش ویلا رو تا حدودی مختل کرد. این یک حقیقتیه و طبیعیه که خب بقیه نسبت بهش یک جبهه و موضعی بگیرن. اما غیر منصفانه و افراطیش چی میتونه باشه؟ از این بابت که همه انسانن، همه اشتباه میکنن، همه ممکنه که تحت فشار روحی هر کسی ممکنه واکنشش به اتفاقای اطراف به یک شیوهی باشه. نمیدونم، امیدوارم که ترانه یک راهی رو پیدا کنه برای اینکه بتونه احساسات و خشمش رو بتونه کنترل کنه. کلا واکنش زیادی احساسی آدما رو توی نقطه آسیب پذیری قرار میده. به نظر من خیلی خیلی خوب نیست که آدم همه احساساتش رو، هر چیزی که درش به وجود میاد رو آنن بروز بده. مخالف اینم که کلا احساساتمون رو سرکوب کنیم. یه ویدیو هم در مورد این موضوع ساختم اتفاقا که چرا نباید احساساتمون رو سرکوب کنیم. البته ویدیو به زبان انگلیسی هست، این بالا لینکش رو میذارم. ولی در کل به نظر من یک بخش خیلی بزرگیش مقصر خودش بوده، ولی خب یه بخش دیگهش اینه که اگر واقعا میایم میگین که یک فرصت به این آدم بدیم و باید بهش یه فرصت داد، اگه موهای من پرواز نکنه ممنون میشم، واقعا باید این فرصت رو بهش داد. میدونی کلا در نهایت این که هیچ وقت
سیاه و سفیدی وجود نداره. هیچ وقت شخصیت کاملا منفی و شخصیت مثبتی وجود نداره. آدما همه خاکستری هن. آدما همه دارای نقاط ضعف و قوت هستن و چقدر خوبه که نقاط قوت خودمون رو بیشتر ببینیم، نقاط ضعفمون رو تقویت کنیم، نه که تقویت کنیم، بهبود ببخشیم. نقاط ضعف رو نباید تقویت کرد. مثل شرایط این مسابقه که مجبوریم آدمای اطرافمون رو حالا چه خوب چه بد تحمل کنیم، خواسته یا ناخواسته تحمل کنیم، باید شل کنیم یه جاهایی وا بریم و با جریان حرکت کنیم و سعی کنیم تمرکزمون رو بذاریم بیشتر روی خودمون تا آدمای مقابلمون. ممنونم که تا آخر ویدیو با من بودین. نظراتون رو واسم بگین، حتما برام بنویسین، همه رو میخونم. دوست دارم بدونم که تو ذهن شما در مورد این موضوع چی میگذره، چه احساسی داشتین و نظرتون چیه، یا با حرفای من موافقید یا مخالفید. دوست دارم که نظراتون رو بشنوم. با خودتون خیلی مهربون باشین چون خیلی ارزشمندین. تو ویدیو بعدی میبینمتون. پیس. بیا اینجا. بیا مامان جو خداحافظی کن. بیا مامان با بچه های گله توی خونه خداحافظی کن. من خوابم مامان جان، منو چرا بیدار میکنی؟ قربونت برم مامان.